رکتور دانشگاه دولتی دنقره پروفسور شایان نورعلی نبات روز 3 دکامبر با تفصیل از دستاوردهای تاجیکستان در حد رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان در اصاباتش به شورای علما گفته است: ما نیت داریم که دانشگاه دولتی دنقره به دانشگاه بین المللی پیشوا تبدیل داده شود. پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی عنوان رسمی است که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان داده شده است، ولی در سخنرانی ها او را بیشتر پیشوا یا پیشوای ملت نام میبرند. پیشنهاد به دانشگاه دولتی دنقره دادن نام امامعلی رحمان در حالی است که اخیراً در رسانه‌های محلی درباره در زادگاهش گذاشتن هیکل پرزیدنت کنونی تاجیکستان نیز پیشنهاد صدا داد. قبلا به شکل‌های مختلف پیشنهادهای درباره به نام او گذاشتن نیروگاه روغون و حتی تبدیل نام پایتخت تاجیکستان به رحمان آباد یا رحمان سیتی نیز صدا دادند. تا کنون در تاجیکستان رسما تنها 2 دهه، یکی در ناحیه اشکاشم و یک محله در ناحیه مشجع به شرف پرزیدنت این جمهوری رحمان آباد نامگذاری شدند. طی چند سال آخر در کشور پیشنهادهای عجایب و غرایب در مورد عنوانهای به نام امامعلی رحمان گذاشتن مکانها و جایها به نام او به طور گسترده جریان دارد، ولی معلوم نیست که حکومت تاجیکستان پیشنهاد دانشگاه دولتی دنقره را به دانشگاه بین المللی پیشوا قبول میکند یا خیر. این پیشنهاد در حال صدا داد که نقشه تأسیس ولایت دنقره هم در دست بررسی قرار داشته است. چند پیش معاون رئیس ناحیه دنقره جمشید شریفزاده در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود که با قرار حکومت در ناحیه بناهای بزرگ معماری و معیشی و فرهنگی بنیاد می شوند و این همه به آن معناست که دنقره ولایت می شود، اما درباره زمان دقیق تأسیس این ولایت هنوز چیزی گفتن نمی توانیم. امامعلی رحمان پرزیدنت کنونی تاجیکستان 69 سال داشته. از سال 1992 اینک 29 سال باز برای این کشور رهبری می کند. طرفداران امامعلی رحمان با تفصیل از پیشرفت‌های تاجیکستان در دوران رهبری او میگویند امامعلی رحمان بود که دولتداری تاجیکان را بعد از هزارها سال احیا کرد و کشور را از جنگ بیرون کشید. ولی منتقدان میگویند با وجود 29 سال رهبری امامعلی رحمان، تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای شوروی سابق باقی مانده است که مردمش را با جای کار و حتی با نیروی برق تامین کردن نمیتواند. بنیاد یک رژیم خودکامه آلوده به فساد و خیش و تباربازی یک مایه دیگر انتقادها از 29 سال ریاست امامعلی رحمان است. دانشگاه دولتی دنقره سال 2013 در زمینه فیلیال دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس داده شده است.